سلام بچه ها، چطورین؟ امروز قراره با من بریم پل طبیعت و قراره ولاگ یه هفته یه منو ببینید. الان سوار ماشین میشم و میریم پل طبیعت. پارک کردیم، حالا میریم سمت پل تا بریم تا پل رو بهتون نشون بدم. غذا بخوریم. خیلی خوب، الان غذامون رو سفارش دادیم، منتظریم که بیاد. تا موقع که بیاد میخوام بهتون بگم که من کلاس پارکور دارم، فردام شروعش میکنم. حتما بیایم ببینیم. یکی از کشتی پل طبیعت هستیم و میگم که این کشتی مال 1000 سال پیشه. نشون بده. مثل اینکه این قسمت شیشه‌اش اجازه نمیدن برن، چون که میگن دیگه این کشتی مال 1000 سال پیشه و وقتی که یکی اون بالا وایسه خطر افتادن داره. به نظرم قرار پل طبیعت خیلی بهمون خوش بگذره و من فردا کلاس پارکورم شروع میشه. به نظرم بیاین قشنگ پارکورای من رو ببینید. Bir çay verirsen. Çay. پیشی بیا غذا بخور. بچه ها گوشی من رو نگرم شده. الان داریم همین رسونه رو بگردیم تا ببینم اونجا هست یا نه. A few moments later. خیلی خوب، بالاخره گوشی مامانم پیدا شده. فهمیدیم توی چیزه ماشینه. خیلی خوب، داریم میرسیم به پل. اینجا 1000 تا صندلی هست که همشون هم با هم دیگه متفاوتن. حالا میریم روی پل تا بهتون نشونش بدم. الان داریم میریم روی پل و اینجا هر چیزی که میبینید ممنوعه. میریم روی پل. هوا امروز خیلی خوبه، خیلی خلوته. برو خطرناکه. دارم میخوای به سر کوله یکی نکن. بیا. لایک بزنین، کامنت بزنین، نمیدونم حتما سابسکرایب کنید. بای بای. کجا بای بای؟
بچه اونایی که آیفون 11 و 13 دارن وقتی که نور گوشیشون رو روشن کنن دستشون رو بزنن دورش نور میاد، خیلی باحاله. فقط 11 13 آره فقط 11 13. معماری این پل جام گرفته و میگن که این پل 100 سال عمر میکنه. بعدش این خانم، یعنی یه خانم اون جامو گرفته به نام لیلا عراقچی. الان داریم میریم توی جنگل. اینجا خیلی راه سخته. خب من بازیامو کردم، نوشیدنی خوردیم، یعنی غذا خوردیم. الان داریم میریم سمت خونه خودمون تا بریم یه نوشیدنی بخوریم. روز دوم ولاگ هفتگی منه. قرار امروز با هم آبنبات اسکوید گیم رو درست کنیم. حالا بریم که درستش کنیم. اول گاز رو روشن کنیم، بعدش 2 قاشق شکر بریزیم. اینقدر هم می‌زنیم تا شکرمون آب بشه. حالا یه قاشق رو شیشه می‌ریزیم. خیلی خوب، حالا درست شده. الان می‌ریزیمش روی ظرف. خیلی خوب، حالا قالبمون رو روش می‌ذاریم. سخت‌ترین قالب. حالا وای میستیم تا خشک شه. خیلی خوب، قالب رو برداشتم و این شکلی شد. حالا فندک رو میاریم و سوزنمون رو سرخ کنیم. خیلی خوب. بچه میبینید که شکست و من باختم. سلام، روز سوم ولاگ منه. امروز اومدیم با آریاندی بریم پارک. بچه رسیدیم پارک. الان میریم دنبال آریا امدی که منم سوار اسکوترش بشم و بریم تو پارک یکم با هم دیگه بازی کنیم. بریم یکم ترسناکه. خیلی خوب، الان رسیدیم پیش آریا امدی. داره میاد، داره نیست. ده یا علی
بچه داداشم داره فردا از ایران میره بره چین. امشب میریم باهاش دور کنیم. داداشی داره ماشین رو در میاره بریم آیس بریم. بریم سوار ماشین. یه نمازه باش. خیلی خوب الان رسیدیم آیس به ماشینمون رو پارک کردیم. الان میریم که یه چیزی بخوریم. کلی وقت گذاشتیم تا بخوایم ماشین رو چیز کنیم پارک کنیم چون که آیس به جا نیست. روشنه؟ خیلی خوب بچه الان رسیدیم توی کافه. داداش احمقم هم گوشیشو تو ماشین جا گذاشت رفت اونو بیارن. من فعلا اینجا رو اسکن میکنیم و منتظرش میمونیم. چه خبر؟ تو خیلی پیشونی نه بگم بیایی که شد داره باش من بخوابم بالا برم. بچه یه گربه اومد کل غذای ما رو خورد. نوشابه‌مو به هم ریخت. کل پاستا پستوی منو خورد. همه سالا سزارامونو خورد. الان مجبور شدیم عوض کنم. نمیده اثرش سالش خواهد من یکی هستم نشونش بده. اینم برادم داره میره چین. باش بین باش بچه ها غذامون رو آوردن. میبینیم که من استیک غذامون رو خوردیم. الان میریم سمت پارکینگ که بریم خونه. مثلا از نمیدونم کجا سفارش دادم که فردا برم کلاس پارکینگ چون که چند روزی مهمونی بودم. عقب انداختم کلاسم رو. برو بلند با بگی شاممون رو خوردیم. الان تو پارکینگی منم روی ماشینم. الان میریم سمت خونه. مت هم سفارش دادم فکر کنم همتون بدونید مت چیه. مت پارکورم سفارش دادم و فردا کلاس پارکور داشتم چون که چند روز مهمونی بودم کلاس پارکورم رو عقب انداختم. حالا میرم خونه وای. باشه کس دیگه مستم و پادی ای شدی در گوش